tocan claro, bueno. اونورم 6 تا توالت دفتر و نمیدونم دنگوپنگ 3 تا دفتر داره. اینجا برقه خاموشه دیگه. من قطعات دست دوم استوک اینجاست. اینجا دوباره یه سالونیه که برای آموزشه. دوباره دفترش هست. اینا همه دفترهای بزرگی هم هستن. درب ورودی داره، توالتش هست. بعد اینا موتورایی هستن که مثل فنی حرفه‌ای، این از کوچیک به بزرگ. از استارت و نمیدونم انواع دیسک و صفحه و اینام و هر چیزی که قطعات ماشینه، توربو و انژکتور و نمیدونم هر چی که هست دیگه. دیفرانسیونه. بعد شروع میکنه به توربوسا و موتور که نشون میده داخلش رو برای آموزشه. اینا روشن نمیشن، فقط برای آموزشه.